алака иҷага ҳозир ҳамин роли асосира сум бозӣ кеста ҳамин сума мегиранд у марда кай чӣ намегӯянд карда иста кортежа не бен тухмат накунем бо далел ҳаст ки касе пул дода бошад ки бо хона шад ина поён қатиёз гуре сиёнка кунен ҳар як кортежа ҳар як кортежа гирдем кунон яъне ҳамаам ҳуҷҷат надоранд вале онҳоро чапа намекунанд خداوند امید دارم که خدا جزیرش میکنه چه خیلی مرا جزیر کرده کودکی من در افتا و خواه کودکی او در سکسیه خدا او را جزیر کنه پروردگار خدا خونش همی خیل و زمین همی شبه که همی زمین جون بید کودکای من همی چوا چرق کرد کودکای من در او جا خواه کردم که خدا خونه همو کدگیر همو خیل بگردانه که نمیشود دیگه روزی که برادر خانه را چاپا میکردن کودک با گهواره در داخل خانه بود چاپا کردن یا با چاپا کردن با چاپا همین خانه را با چاپا کردن این خواهرک دیده بود برای اون گریه داره برای چه گریه داری خواهر جانی من Otad kıçada, otad kıçada. شما را عدل بردن؟ عدل کجا؟ عدل پایین بودن زدن من برای چی زدن؟ نمیدونم اون لیسا زد ده همه بزنه دندوناش بریزه در همینجا در عدل؟ در دل ماشین ازدواج کرده بودن من وقتی داخل آن نهاد شدم در اولم شخصی که وابسته بود با من صحبت کردن در اول خوب صحبت میکرد بعدا نمیدونم از چی یکم ناراحت شد و دست برداشت چند شپاتی و مشت زد یکی از دشمنان اساسی دولت و حکومت و راهبری دولت انا همون بدبخت است که چنین یک طرحهای میسازد که کسی را تهدید میکنند میزنند پشت پنجره میبرند با همین واکنش در جامعه زیاد میشود ناباوری نارضایتی بین مردم از حکومت و دولت و راهبری دولت پیدا میشود ولی کسی که در این کار دست داد پشت پرده میماند کی بود با دستور کی این کار صورت گرفت چرا حقوق شهروند پایمال شد السلام بچه جان شما خوب هستین؟ چه خیلی خواهر جان گیره کردی سخت چاپا کردن خونتون این همون خواهرک شیرینی من که روزی که بسیار گیره کرد گیرش بسیار را بریقت آورد بسیار را قابل فکر برد روزی جهانی کودکا بود اون روزی که ویدیو گذاشتی این خواهرک ما پیشنهاد بشه الان برای گریه این نفر این قسمت چموندن که زندگی کنه نه زندگی کنه نه خاطر گریه همین که همین تخته ها حیف نشوه خودت بگیرش این طرف چاپا کردن نه اونجایی که زدن اینجا در کاری بولدوزر پریدم ایشا میزنم گفتم گودکم همه ترسیده در روزای گودکم ای خواه میخیزه شما را میبینم میترسه یعنی پیش بولدوزر گرفتید شما پیش بولدوزر در پریدم گفتم بزا همین خدم قطی بگی دیولا ما بزا گفتم مردکم 100,000 قرضدار شده گیه مجبورش کردم قرض گرفت گفت خانه میکنم خانه کنه گودکم جا کنه گفتم مجبورش کردم 100,000 قرضدار شده دیگه میگم چا برمش میگه زنه که اینجا نبرش یک گرش بزد تموم دیگه جای رفت ندارم هیچ کار کردن من نمیدونم دیگه نمیجا دا گشته ایستم یا سیم بلوگ جمع کنم میگم که نمیشود که با جدا نمیشود همسرتون کجا است؟ مسکو ده ای پشتی همین خانه قرضدار شدیم رفت گفت برم قرض ما بکنم با وقتی که همون محترم پروکورور می اومد یا نهادهای مربوطه که خونه را چاپا میکردن شما با اونا وضعیت گفتید که برادر من کجا روم در همین سوالتون چی جواب میدادن هیچی میگه گجای میره نمیره گجای اومده بره گجای میره بگی گودکوتا بره ای کدام وطنی اومده مرا در وطنی خودم دیگه شو کدگی برامگی اومدگی ام در قشلاق نشوه گودکو منو بتم در اینجا میرم یک کار نه یک کار میکنم یک خونه یک سمیرم میرم یک جورا یک کار میکنم گودکو من میارم سیر میکنم یا مردک چی میکنه مردکم خودش نداره پدر مادر
чикаги нестай надора дидагӣ нестай ҳамин қади духтарам буданда модаршам мурдаги дар куҷо калом шуда аст шавҳари шумо дар Темурмалик дар хонаи хештабор дар хонаи моиндар аз ҳамон ноҳияи Темурмалик шумо имкони гирифтани замин надорем надодан мо намедонам надодан ҳоли бубинен муҳтарам прокуророва баҳси ватан ва зодгоҳа хоҳиш мекунам ҷудо кунед ин ватан аз ҳамаи мо аст چی نام داری؟ آیشه آیشه دختری کی میشه؟ دختر اپا میده دختری اپای اومده؟ امشب کجا ده خوب بودی؟ بینونجا کجا ده؟ خونه ده کجا ده؟ хонада хоб будем بیرون ده؟ замин ҷунбиш берун бомада صنف چند میره تو؟ همیشه میده اول نمیره مکتب؟ صدیق نمیره؟ дуруст ки ин модар шояд зодгоҳаш минтақаи хатлон бошад аз шаварашон Темурмалик вале ин ватан аз ҳамаи мо аст нагед ҳамватаноро ки биред ватантон мега бура ватантон бура ватани хита бикун мегум ватани хидам да уҷа ҳамним хеле як ҷоям хеле яй ҷои кор набоша ман кор кунам кӯдакома дастгирӣ кунам ёрдам битам ёра ман хонанда натонам пушонда натонам маҷбурам иҷа кор кунам як ҷо бутам ки бо хидам нахондам бесаводам маҷбурам ки фарзанди ме як ҷо бухона инами ҷаҳози 3 сомон 4 сомон метам таксида 71 кӯдакома мактаб роҳӣ мекунам рӯзеш ки надошта боша пиёда гирья карда ҳамита меравам ки бира бихон ман нахондам да вақтиш хидам нахондам бира бихон азоб накаши пагаранги хидам очаҷони 3 рӯзе ки хонаи шуморо тахриб карданд куҷо шабора рӯз кардастед инамҷада берунда агар худое накунад борон буборад чӣ мекунед борон борак намедонам хай бо ягон хешу таборон нестанд ки кӯмак кунанд ба шумо аку ҳастай омадан дига дилат мешава ки я тахтара ози харидан намешава бо ҳастай одамое ки мия мегира мераваш чо мекунам шумо ягон ҳукумати ноҳия шаҳр рафтед баъди тахриби хонатон ҳама ҷо рафтем инами 2 рӯзи охир куҷо рафтед нами ноҳияи шомансур ҳам пеши прокурору ҳамаш чиш кардем пеши пои прокурор да ғалтидам 10 боро зора кардам ки гулакома ҷо бара мара вақт бите хай нахо иқа президент сағираҳоро дастгирӣ кардестай бевоҳоро дастгирӣ кардестай модарои бесоҳиб мондагӣ дар дашт мондагиро дастгирӣ кардестай нахо моро дастгирӣ накунад ки дар ватани худаш хай мо худмон сохтем а ягон кас наёвардем нагирифтем ҳам хеле худмон кардем нахо мо да ҳамон қадар дастгирӣ накунад ки мо ҳамёра хай ба меҳнат овардем кор кардем баъд аз видеогузориши аввали мо бисёриҳо мегуфтанд ки ин мардум воқеан бо кадом раиси ҷамоат раиси ноҳия ё ки заминсоз ҳатман ягон хариду фурӯши кардагианд даҳонӣ ҳеҷ кас мегӯяд ҳамин хел рафта ихтиёри замин намегирад ин гап рост аст ё не хай яко уша намедонам шумо пул дода будед барои ягон кас шавҳарам ҳамун касеро дода боша надода боша уша намедонам додагӣ нестем хай на айрӯи вазъияти набудан да квартира чанд сол зиндагӣ кардам 13 сол да квартираҳо гаштам ҳамиҷаш фаҳмидем ҳамин хел буд омадем кадем замин гирифтем ҳамихи кадем шумо аз кадом сол омаден мо 1 сол шид иҷа омадам 1 сол шуд омадагин ин поён да квартира шиштагӣ будам нав омадам имтариш кардам дина ин хе чердак да биромадам бо ғалтидам пом як ин бори дуюм аст ки хонаи шумо тахриб мешуда соли гузаштам чапа карда буданд я бараша зада буданд ему лавои раҳим хесим блок ҷамъ кардам овардам мардакам дарак надора ки ман хонара соз кардам бо дуюм бора шо дина да ин даму ютуб тамошо када ки ҳамаш ҳавора дина ҳамиҷа касе хоб бурда ҳамиҷа касе камера када партофта мардакам дидай ба занг мезана ки чиба чия ҳол дорину хеле корай хеле хеле корай гуфтам бо дилпилаш назана бо иқа болои иқа қад сағираоша нигоҳ куна гуфта нагуфтемш қоилиш нашидем ки вақт тамошош кадай бо касе партофта оз як чизи дига мехоҳам пурсам мо як видеогузориши дигарам дорем ки аз ҷониби манбаъ махфӣ нигоҳмедона барои мо роӣ кардан вақте ки хонаҳо тахриб мешид аз ҳамон қисмати боло он тараф кормандои милитсия як зана даст ба пушт карда меоранд дохили старекс ҷо мекунанд ки будам занак занак поёнги буд мега ки ма гап намезанам гап намезанам барои чи намедонам занаки кадом хона мешишт о поёнда о дуюмги ай хонаи поёнги озир набуду хонада мо омадем ҳеҷ кас набуд ози хонааш да омадем вай намехоҳад гап задан не намехоҳад
اگر شاید بده نیست نمیخوام. شاید نیست. شاید در بازداشتگاه باشد. چون کجای رفته یا نه بعد از اونی که میلیسا داخل استارکس کردن شما بعدی وقت دیدید یا نه اون نفره؟ دیدیمش کجای رفت بازی کی یعنی بعد از داخل استارکس با بیرون کردنشه. اینجا آمدم با هشش رفته بود با اینجا با بیرونش وقتی کردن که شما در وقت تخریب خانه ها مقابلیت نشان میتین کارمندای پلیس با شما چه برخورد میکنن؟ گپی خوب نمیزنن. ما همین میگم که نخو همین خیمون وقتش نخونده بودیم هاز یک حقوق و یک قانون برآمدگی که خواندی در وقتش دانستی چی بسینی ما زنکی مردم میگردی میگوی تو حیوانی همین خیلی حق داری یک خدا سنی من میگردم میگه که من مومین مسلمانم 100 بار شکر خداوند امید دارم که خدا جزیرش میکنه چه خیلی مرا جزیر کده کودکی من در افتا خواه کودکی او در سکسیه خدا او را جزیر کنه پروردگار خدا خونش همین خیل و زمین همین شبه که همین زمین جنبید کودکای من همین چوا چرق کد کودکای من در اونجا خواه کردم که خدا خونه همون کدگیر همون خیل بگردانه که نمیشود دیگه اما کودکای من ای قهر من ای ناموسی دنیایی من در حالی خواه کردم خونه یکون اولاد من نرفتم خونه یکون اجداد من نرفتم بیاد راه قانونیش بیایم راه حلش بیایم که این شهروندا محبتشون صمیمیتشون با این وطن و با این سرزمین زیاد شد نه اینکه نفرتشون زیاد شد محبتشون رو با افزاییم اگر اینجا ضرور است این زمین اون خانه ها نمیدونم جای کدام خواجگی دهقانی است زمینی کدام یک کارخانه است یا که در جای صدموی قرار دارن شهروندان پس اینا را جای دیگر بکوچونیم براشون جای دیگر زمین تیم خانه تیم یا اگر اینجا لازم است همینجا حجتاشون را درست کنیم اینا را تامین کنیم نه اینکه در هوا مونیم گفت عبدالله هوایشون دیگه خواهش میکنم من زبانم نمیگردد آنها را کارمندان حفظی حقوق گویم چون بعدا در رفت صحبت پای میبرید برای چی گفتند بیاید به ثبت صحبت دلیر با عبدالله غربتی که از صفحه خودی دلیر گرفتم کوتاه که گوش دید که اصل قضیه چی بوده بعدا با صحبت رو ادامه میدیم در بازپرسی و صحبت همین بود بگم هم بازپرسی و هم صحبت یکی از مقامات های ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه حضور داشتیم ایرا من میگم که با مصلحت طرفین نمیخوام دقیق بگم نام مقامات چون اونجا دیگه از همه نهادهای انتظامی و تفتیشاتی بدن در یکی از مقامات‌های حکومت ناحیه شاه منصور در بازپرسی و صحبت حضور داشتم مناسبت با تو چه خیلی بود راست شب گفت فقط اگر دروغ بگی من راست شب میگم جدی میگم داخل ماشین بچه‌ای که آوردن تا رو نهاد خیلی خوب مناسبت کردن اول پرسی سلام علیک کارت خوب است یگون چیز از دستم نگرفتن تلفنم در دست همه چی خوب فقط ازشون خواهش کردم که من یک زنگ تلفنی حق دارم زنگ زنم که من کجا میرم گفتن نه ما زود جواب میدیم تو وقتی داخل آن نهاد شدم در اولم شخصی که وابسته بود با من صحبت کردن در اول خوب صحبت میکرد بعدا نمیدونم از چی یکم ناراحت شد و دست برداشت و دستم برداشت و گفتم که کار خوب نیست دست برداشتن همون لحظه گفت که چی دلیل داری که ما بالای سر تو دست برداشتیم گفتم خب دیگه اتاق کاری شما ما هیچ دلیل نداریم و حالا من هیچ دلیل ندارم که بگم که وای چند شپاتی و مشت زد ما هیچ دلیلی ندارم ولی من فکر که یک صحبت مردانه برادرانه خوب نیست بیاید انصافا صحبت کنیم ما همینجا دیم یگون تروریست نیستیم اکستریمیست نیستیم رو برای شما و بعدا صحبت مون دیگه میگن دوام کرد تو 5 ساعت دیگه در نهایت تو از خشونت نسبت تو کار گرفته شد متاسفانه خب دیگه من در چندین صحبت با کارمندان حفظ حقوق گفته بودم و باز هم میگویم بعضی از آنهایی که خود را برابر دولت صادق مینامند امروزها در جامعه کارهایی کرده ایستادند که یگانه مقصدشان رسانیدن آبروی دولت حکومت و رهبری دولت است وگرنه چگونه یک گروه آدمو که خود را کارمند فلان یک ساختار قدرتی مینامند در روز روشن برای به میان آوردن هنگامه سنساسیا
برای به خروش آوردن مردم یک روزنامه‌نگار رو از داخل تاکسی وقتی که میرفت منع کرده و با ماشین رقم‌های ترانزیتی داشته بار میکنند و حقوق‌های او را پایمال کرده و اجازه نمیدن که زنگ یگانه را با یک از پیوندانش فعال کند و بگوید که او به فلان یک مقامات برده می شود. این حق قانونی او بود، در حالی که می توانستند آنهایی که خود را کارمند مقامات قدرتی نامیده و دلیل را از ماشین کشیده گرفتند او را با یک زنگ تلفنی با یک دعوتنامه کاغذین در دلخواه وقتی برایشان مساعد به اتاق کاریشان دعوت کنند، بازپرسیش کنند، اینجا یگان گپ زیادتی نمیشد. ولی مقصدشون که به میان آوردن یک نوع تشنج در جامعه است، باید کار میکردن که این کار یک کار هنگاموی میشد، سنساسیون نمیشد. اینش یک طرفی است. وقتی که میبرند روزنامه‌نگار را در اتاق کاری کدام یک کارمند دیگری که او را کارمند حفظ حقوق گفتن حق نداریم ما، چون نقض حقوق را در عملهای او از روی گفتی دلیل امام علی ما درک میکنیم میفهمیم، حقوقهای یک شهروند را پایمال کرده است، چگونه حق پیدا میکنی وقتی روزنامه‌نگار یک شهروند در روبروی تو است مشتزوری میکنی؟ مگر همین است آداب کارمند حفظ حقوق؟ همین است حفظ حقوق یا این نقض حقوق است؟ من طی 2 سال اخیر با افراد زیادی هم از کمیته دولتی امنیت ملی هم از وزارت کارهای داخلی که مرا بازپرسی میکردند برای صحبت دعوت میکردند هم صحبت بودم. شکرانه خداوند با یگان حیوان صورتی که مشتزوری کرده باشد روبرو نشدم. افراد خودآگاه، دانشمند، خوش معامله، ولی من هیچ باوری نمیکردم که یک نفر از کدام ساختار است. متاسفانه دلیل قائل نشدن، نگفتن که کارمندی کدام ساختار قدرتی بوده که نسبتش مشت برداشته، چند شپاتی و مشت زده است او را که این گونه دغل گفتاری کنه. من با همین گونه کارمند حفظ حقوق روبرو نشدم، گمان میکردم که نبود. و این بار دیگر نشان از آن است، دلیل آن است که کسی در دایره های انا همین گروه مردم که میگویند ما صادق هستیم به راهبری دولت، ما در پایداری صلح و وحدت نقش داریم، گرگه از میانی گوسفندان. یکی از دشمنان اساسی دولت و حکومت و راهبری دولت انا همون بدبخت است که چنین یک طرحهای میسازد که کسی را تهدید میکنند، میزنند، پشت پنجره میبرند. با همین واکنش در جامعه زیاد میشود، ناباوری، نارضایتی بین مردم از حکومت و دولت و راهبری دولت پیدا میشود. ولی کسی که در این کار دست داشت پشت پرده میماند. کی بود؟ با دستوری کی این کار صورت گرفت؟ چرا حقوقهای شهروند پایمال شد؟ در حالی که من گفتم راه وسیله میتوانست دیگرگون باشد. به طور مراسا دعوت کرده با او فهمانیده، اگر گناهی کرده گناهش را به سرش بار کرده و عیبنامه را اعلام کردند. ولی کی برای این گناه افرادی که خود را کارمند حفظ حقوق مینامند حقوق داده است که دست بالا کند؟ انا این است نشانه صداقت در ناخنک به راهبری دولت. من باوری دارم که صاحب مقامان این نوار رو میبینند. من در صحبت‌های قبلی گفتم با مقامات هم کمیته دولتی امنیت ملی هم وزارت کارهای داخلی وقتی که در صحبتشان بودم، من گفته بودم که همین گونه عملها را کسانی میکنند که آنها راهبر اساسی همین گونه یک مقصود یا مرادها هستند که نارضایتی را بین مردم در جامعه از حکومت و دولت زیادتر کنند. این گونه خیانتکاران را از داخل خودشان باید جستجو کنند، نه از میان روزنامه‌نگاران. چند پیش شما به یاد دارید روزنامه‌نگاران رادیو آزادی را مورد ضرب العض قرار دادند. با این نوار دیگر که از صفحه
رادیو آزادی گرفته شده است. با دقت بشید، بعدا با صحبتمون رو ادامه میدیم. زمان که به ماشین رسیدیم، در این ماشین باز کردیم، 2 نفر تیز دویده آمدن و اول من زدن درون ماشین، همه چی بته گفت دادوار کرده. من نفهمیدم که چی پس گفتم شما کی هستید؟ ته گفتم دیگه در باز شاس شدن، اشتاتیو گرفتن، کاستوم من گرفتن. من دورتر دویدم که گفتم شما کی هستید؟ تلفن ته میگفتم، فقط تلفن و کامera ته. دیگه علاج ما اومدم شما کی هستید نگفتن که، فقط گپشون همین بود که مراجعه به خدا میپرونم، گپشون فقط همین بود. اومدن دیگر من درون ماشین بردن، 2 یا 3 مش زدن در این طرف رو، تلفنم گرفتن، همه چیزایی که در کیسم همه را گرفتن، جزدانم هم گرفتن. عاقبت گشته تنها پولم گردونده دادن دیگه، همه چیز گرفتن رفتن و همکارمون هم خیلی تله دادن که از جو پرید اون طرف رفت. گپشون همین بود که مراجعه به خدا میپرونم، گپشون فقط همین بود. به خدا میپرونم. انا بدبخت، انا کارمند حفظ حقوق. بار دیگر میگویم این گونه افرادی که تهدید به جان یک شهروند میکنند، به خدا میپرانمت میگویند، این گونه افراد کارمند نقض حقوقند. آنها ایمان هم ندارند، چون وقتی که قسم خوردی بیپرانش، چی ترسیدی؟ وقتی که به خدا گفتی قسم خوردی، ایمانت کجا شد؟ یا گمان کردی از اونه که یکی را بردی زدی، دیگر را پشت پنجره محکم کردی، سوم را تهدید کردی که میپرانمش، چهارم را در یک تنج گوشه بردی پراندی. دیگران از فعالیت روزنامه‌نگارانشان رو میتابند. خطای سختی کردی. یا گمان میدونی که این گونه نمیشود، ولی مقصد یگانه این گونه افراد همین است که گفتم بار دیگر آبرو اعتبار راهبری دولت، حکومت تاجیکستان و دولت تاجیکستان را میان مردم و در عرصه بین المللی بکاهانند، پس بزنند. وگرنه هر کس به کار خود اگر مشغول شود، اگر روزنامه‌نگاری که در وسایط اخبار عامه کار میکند با گرفتن یگان یک مطلب نادرست معین شود یا یک برنامه نادرست یا مخالف قانون تهیه کرد، اگر با او صحبت شود، گناهش فهمانیده شود و یا خود به جوابگری کشیده شود، این دیگر است. ولی این گونه که از راه می ربایند، آمده به مثل دزدان تجهیزات روزنامه‌نگار را از دستش میگیرند، این به کجا درست می آید؟ من بار دیگر میگویم دشمن را از بین خودتان جستجو کنید، از میان مردم نه. یگان روزنامه‌نگاری که در داخل دولت است، در این کشوری که نامش تاجیکستان است و فرزند این دیار است، دشمن این ملت و این دولت نیست. و روزنامه‌نگار هم هرگز به خاطر ناآرامی جامعه کاری نمی کند. فقط مقصدش حل مشکلات است. همان را هم اگر خداوند انصافش دهد و از این مشکلات بگویند. وگرنه کسی که مردم را میشوراند، کسی که با نقض کردن قانون مشغول است و آبرو و اعتبار دولت و راهبری دولت را در عرصه بین المللی میریزاند، او است جنایتکار. در جستجوی این گونه افراد باید بود، نه پشت روزنامه‌نگاران گشته و از پشتشان کمپرمت جمع کردن. سخن زیاد است ولی گوش میشنیدگی نیست. همه رو دشمن میخوانیم. دشمن رو در گرد و اطرافتون ببینید. دوست دشمن نسخ و دشمنی تو دوست نماست. همین طور نه؟ همین گفته های استاد بزرگوار لایق را به یاد بگیرید. باقی حوالاتون به خدا. ولی فراموش نکنید الکی مردم دیگر شدند، جامعه دیگر شد. با آنه که کسی را میزنید، کسی را برده زندانی میکنید، کسی را گمنام میکنید، کسی را نان دهانش را از دهانش کشیده گرفتنی میشوید، هرگز
آزادی سخن حق تلاشی مردم را پیشگیری کرده نمیتواند. برای مثال برای چاپا کردن خونه، برای چاپا کردن خونه خیلی چی بگم که یعنی نگفتنم به اول گفتن چی نکنن؟ اول که یکم که اجازتی هم جده خونه ساختن نتیانم. اصلا میگن مردم چندین سال ساختمون میکنن، مقامات بیا بخبر هیچ نمیگن. نه خیلی نمیاد تاک شد چاپا میکنه 10 تا دیگهش برایموده چاپاش نمیکنه. چرا انتخابا چاپا میکنن اینا؟ ما که کجا میدونم کدام مقامات میاد اینجا را چاپا میکنه. بله. خب بهترش که همون نسازن خوب نیست، نسازن ساختنش در وقت ساختمان من در وقت ساختمان اجازتش نده. مردم بعدش 10 سال مردم میسازه تیار میکنه بود میکنه میای همسایه را چاپا میکنه و دیگرش قرار استدق شد. ما روزگی میتونیم که همون دیگه سال به یک ترتیب چند قدری ساخته در کار 6 تا 8 تا 10 تا 5 تا 3 تا بتاشون بهتره. این چاپا میره کجا میدوه؟ یک کس باشه، 2 کس باشه، 3 کس باشه. شما مهمونه؟ ما مهمونه. سلامت باشید. خوب. این ماشین کار کنجوفان استعمالیه. آدی نمیدونم که بچه کجا باشه. نه هیچ چاپاکنی کور نیستی. اوه. اما چاپاکنی کور نیست. نه این نوی تراکتور چی میگن؟ میخلاپات. میخلاپات. اونم آمده است برای عمل. سلام علیکم. شما با اجازه میتونید صحبت کنید؟ شما نماینده اون اداره مقامات نه؟ اینجا شکایت مهمان اومدین شما؟ از اون مقامات نیستین شما؟ برای تخریب کردن شما کاربر نیستین؟ خب واقعا پس دینا بدن نه اینو؟ بچه های کجا باشن اینو؟ نمیخواین گفتم؟ نمیخوام صحبت کردن. در اون ماشینی که ما دیدیم یک گروه 4-5 نفره آمد مثل که اطراف احاطه کرده بودن. از اون طرف از این طرف ماشین اونجا رفتیم برادر اینجا. ولی نمیخوام صحبت کردم. باشه حق خودشون نمیخوام صحبت کردم. خب این ماشین کارخانه واحد دولتی از مقامات اجرایی در ولایت شاه منصور است. من بسیار میخوام که یگان نفر از بچهای مقامات انتظامی و تفتیشاتی بیایم با ما رسما شرح دهند، رسما صحبت کنند. ما آماده صحبت با آنها هستیم. اینجا من میبینم که بچهای فرمانده میلیسیا هستند، از پرکتاتور گفتن هستند، هرچند خودشون معرفی نکردن. یک ماشین دیگه گروه دیگه بچه‌ها اومدن. یعنی نمیدونم نمیخواهم صحبت کردن. رسما شرح کنید که واقعیت چی است. یعنی مردم فکر و نظرش گفت. و اکنون شما بگید که چه حرف هست میگه. این ماشین حرکت میکنه. ماشینی که در داخلش آدم ما نمیدیدم حرکت دادروما. نه چی مای ماشین پایان نمیفره مردم. صحبت کنه، صحبت قانونی کنه با خودش کنه. زندگی میکنه. های وای. یعنی از نوعیلاجی حوزه که این شهروند ساخته است ببینید چگونه است. که حتی برای بتون کردن شرایط نداره. خلاصه یک بار ببینید که از نوعیلاجی مردم چگونه حفظ میکنه که در این شرایط هم آماده زندگی هستن. عزیزان دل فراموش نکنید. پنجشیر ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان عزیز ما و این شرایط زندگی است. اینا فراموش نکنید. از اون که بهتر انفراستراکچر برای زندگی مردم بسازه خلال میرسونه برای زندگی مردم. از همین داخل بدیا کشگیری وزی گیری امو کشگیری است که اونها کفا میکنن گیره. چه گیریه داره خواهرچه من؟ برای چی گیره داره؟ ولی میریم از خاتمه. برای چی گیره داره خواهر جانی ما؟ میگه که خونه رو چاپا میکنن میگه. یکم بار خونه چاپا کنی را دیدی از خونه یکم کسی چاپا کردن دیدیم؟ چاپا کردن یا با چاپا کردن با چاپا. همین خونه را بار چاپا کردن. این خواهرک دیده بود. برای اون گیره داره. برای چی گیره داری خواهر جانی من؟ ها؟ اوچات کجا داره؟ اوتات کجا داره؟ نه با
سود رفتن برای زد چیکار من نمیدونم بسیار میخوام که احساسی نشم ولی نمیدونم که چی قانون است که برای آب دیده این کودک ریزاندن باید تصدیق شود و امضا بگذارد. کی باید امضا بگذارد؟ کی باید برای آب دیده او مادرایی که در پایان گریه کردن امضا بگذارد؟ کی برای برادری که میگه من شرایط ندارم در خانه صدموی زندگی میکنم من آدم خانه صدموی بیرون نکنه باید امضا بگذارد؟ درست که غیر قانونی عمل کردن زمین غصب کردن ولی امروز قانونی کردنش مشکل نیست که خواهش میکنیم. چی میگن عبدالله جان؟ اولتر از همه حق مردم برای منزل نمیتن یعنی مردم مراجعت کرده است سرقانون کشور بله عریضه حقوق به منزل داره بله عریضه هاشون سالها در دالان مقامات های اجرایی خواب است حقشون نمیتن ولی که مجبور از مجبوری رفته در یک جا یک کلبچه ساختگن همون هم امروز میخوان تخریب. درست است که قانونی است تخریب کردن مثلا هیچ کس حق ندارد که مثلا زمین دولت غصب کنه غیر قانونی درست است و ما با تمام هستی طرفدار همین قانونیم ولیکن در برابر حق دیگه حقشون از طرف دیگر پایمال شدگی است. ولی میگه که واقعا قانونی منم طرفدار ولی چرا این بچهای مقامات با ما صحبت نمیکنن؟ هر چند طرف پریشان شدن. چرا نمیخوان صحبت کنن که از قانون دفاع کنن از بچهای نماینده‌های حکومت و مقامات دفاع کنن که مردم باور کنن؟ بله شاید از همین سوال هم میترسن که چرا شما یک حق مردم پایمال میکنید حق مردم نمیتید ولی از جانب دیگر مردم حقش میگیرید. بله یعنی حقوق به منزل دارن عملی نمیشه ولی دیگه نشین جانم خیلی در خونه همسایه چاپش بگید این ها خونه چاپش کن این نه معلومه این همی ها همی که این خواهره کم گیره کرد که خونه ما چاپه کردن کلاکاش میمونن در میدون من همی ها همین پایی چاپه کرده گیا اینی تپا بزد چاپه این ها با سختن این اینجا تا اینجا چاپه این هی رو چاپه این چوز در میدون با این ها سختن با دیگر سختگی نداره گل این خودی یعنی چاپه کردنشون هم یک کم چی است نامعینی است نیمی خونه را چاپه میکنن نیمش میمونه یک خونه را چاپه میکنن دو خونه میمونه یعنی چاپه کردنشون واقعا برای شبهه است. وقتی که چاپه شید گویا که در حساب اولی نمیشوه همون کودک همون از این جنبش میشوه ممبر دارن داخل زندگی میکردن داخل زندگی میکنن همین نخوا که پرزیدنت خودمون برای توجیه خودش یک افغانستان آدمو رو میره جو میکنن نخوا که رحم دردیش برای توجیه خودش نباشه گولا که چخلو خود در دستمونه کجا بریم چخلوقی که ای خودم ای وای چی نام داره ای دلار جان عمر جان خدا عمرش ده برای عمر جان این چی است این او میگیم نه چوها اینجا نه چوها اینجا چوخ شما بهر چای بتونی کردین خیره چای کردیم نشید مور کلاس تاجدم همه در دنیا بود ما میخوردیم من او اینا بدرو بچم آخه خونه خسرو هم نیستن بدرو این حال زال ما ببینن که خب شما اینجا برونیم اونجا بدرو بچم خاکی پاتون میشه نه اینجا میبریم این طرف چی است اینجا همین جای اوقات کدگی بینه ها اینجا جای اوقات هنگاری که یعنی اوشخونه است در این شرایط اینایش برای چی بگم اینا بانیا اینا ها اینا بانیا که بگم بانیای چی نداره نمیمونم که نه از آبادی کنیم نمیمونم که یکون چیز کنیم نداره یعنی خانه ها منقدر نیست که دیگه بگیم که مردم با شرایط هم میتونن در جای خونه دار باشن ای بانک کردیت گفتم بچه جون برای همه خونه نیم کلا کردم موندگی است اینا های خدای بود اینا این شب رو بگیم اینا ایشم همون داره و همش هم کلا بچه جون این همه را نیم کلا کردم مونده نمیشتوه هیچ شرایطی بود نیست نمیدونم این پیسر همون خواهرم که مایو باید اونا نگاه داشتم یه چیز نبوده چی نمیدونم چند بخونی؟ اینا کی ساخته دادی خونه چرا؟ مردم ساخته مردم مهاجر توجیک ای روسیه و هر جا سومش روی کردن جمع کرد همین را فیتر روزا چیزش روی کرد
همه قسم حالا همین خونه‌چه خواهر بیمار کنم باید چاپش کنم. بابا اینه این بچه چینه چیمش میبینه چیمش نمیبینه. آفرین جونم. فیلم چند گفتی؟ یا آفرین. کاملا چیکارا میشی؟ دستگیری کی؟ دستگیر آفرین. از کجا میخوای خونه بگیری؟ از شنبه چند خانگی میخوای داشته باشی؟ 3 خانه. چی به اینجا میاد دوشنبه؟ قشلاق جای رفت نداره. این خونه چای دیگه هم بگو. خب مردم دیگه علاج نداره وقتی که یک نداره تو نمیرن اینجا دیگه فضیلت نیست. یعنی ببین خونه را یک بار چاپا کردن باز نمیسازن. یعنی خودش در و این چیزو شما معلوم است که خونه نه ساخته شده. قلبیدگی هم همه خب این نمیشه تو این خونه که اومده چی بود؟ این خونه یک سال میشه که همینجا زندگی کی چاپا کردن خونه شما را بود؟ این همین مایی چی بود؟ اکتبر در پیش از زمستون. ما پیش از زمستون. ما چاپا کردن شما جای رفتن نداشتین که بریم؟ کجا بریم؟ جا نداریم که اینجا میمگریم. با اینا ساختیم. با اینا مامون نام پر چاپا کردن ساختیم. با اومده با میگه که با چاپا میکنیم خونه. وقتی واقعا از غیر قانونی شما زمین غصب کردین. پس اونجا عریضه نکردین که شما رو زمین تیان. عریضه اگه میت عریضه آدمو 15 سالی عریضه دارن نه زمینشون نه. شما خودتون نگم برای اونجا عریضه کردین نگم نمیادم. کجا را قاعده بده تو این وقت؟ ما قاعده کلوب. در همون کلوب عریضه نکردین که زمین تیان شما با. شوش چند سال خونه سرم بعد در زندگی میکنم ایجاد بوده کمدن استودنت شدن خوندن خطی ما اومدیم در کارتیرا این خونه را کردیم نه. چه فهمیدید که در اینجا زمین مردم میتونه اختیاری بگیره؟ نه چه فهمیدید؟ نمیدونم چه خیلی گرفتن که همین مثلا ببینید این طرف خونه چاپا کردن نه؟ این طرف چاپا کردن. وقتی که چاپا میکردن ما اکتبر سال 2021 شما کجا بودین؟ ما خونه بودیم. داخل خونه بودین چاپا کردن؟ داخل خونه دا پس یک مسئله دیگه عجیب است برای من که یک خونه چاپا میشه یک خونه نه یک خونه چاپا میشه دو خونه نه چی به این خیر؟ نه ما خونه شما نمیدونم. یعنی انتخابا هر خونه را خود کدام کم در کم بغلی نداری شرایط نداریم یا چپا میکنم. یعنی کسی با اینجا دورنده ها هستن ما ببینیم که قریبا من نداره اینجا. خیلی با پایینترش امی خوامه همش یگون تایی چی نداره. وجود نداره اگه چه قراری خونه کنی نداره ایجاره همین چی با فهمیدگی نکو حکومت تقسیم کردین است همش انتخاب چی است غیر قانونی همش. دوستای عزیز برادرای خان هموطنان مهربان از نماینده های مقامات اجرایی محل در شاخ منصور در شهر دوشنبه و دیگر نیروی مردم محله آباد است. مردم علاقه زندگی آسایشته دارند، درخت دارند، خانه بنیاد کردن. خب راهاشون که شما تعمیر نمیکنید مردم خودش سنگم ریخت از در راه است. خودشون چگونه که گفتم برقشون هم آوردن، آبشون هم میخرن. فقط مونه که زندگی کنن دیگه براشون اجازت که حجتاشون که خانه هاشون قرار کردی شهادت نامه تکنیکی کردی سرتیفیکات کردی نمیدونم. فقط برای مردم اجازه زندگی تن دیگه علاج ندارن کجا برون. اگر میتونستن خانه هاشون دوباره سه بار چاپا کردن برآمده میرفتن. ولی با میگه که با آباد کردن محله را. یک محله که زندگی آرام و آسایشته داره بیوی دیگه هر وقت شور و مغل و ولوا و کسل دل و داولین نمیدونم گریختن و فرار و داد و وای چی لازم زندگی آسایشته مردم در هم و بر هم کردن. خونه شما به حجت است. به حجت است. شما خوف دارین علاقه. ایجاده حاضر همین رول اساسی را سوم بازی کسته. همین سوما میگیرن اون مردا که هیچ نمیگن کرده است کاتج. نه بین تهمت نکنین. با دلیل هست که کسی پول داده باشد که به خونه شد. این پولون کاتیوز برسیون کنین هر یک کاتج گردو کنون. یعنی همونا هم حجت ندارن. ولی اونها را چاپا نمیکنن. همین جام که یک خونه را چاپا میکنن یک تاشانه ایجاد میتونه باشه که کسی پول کرد. نه ایجاد همه کم بالا. همه چه مقاله. شما چند سال شما محله همسایه آمدین برای زندگی؟ 7 سال. یگان حجت ندارین شما؟ یگان حجت ندارم. ما در حقیقت کوارتیرام تیم ما. خونه یک کس اجاره نشین. شما چی برادر خونه شما چی حال داره؟ شما اجاره نشین خونه خودتون است. شما زمین رنگ مردم اومدید گرفتید خونه ساختین. مقصد 2012 سال شده که چی کرده گرفتگی شما؟ یگان حجت یگان چی دارین؟ این حکم سوده که برام شما را برآمده بود یا نه حکم سود که چند روز حبس خونگی کردن مردم. نه شما یگان تو عریضه کرد که زمین تون قانونی کنن.
پیشنهاد کردم من ویلی بکنم که مثال وای نکردم مقصد اون کابغال دیگه کلو خمسون وای میکنه شما میره چاپان وقتی که خودمونی که کنی اما دام پیشتر برا بودم ممکنه است نمیکنه وقتی ساختمان دا من کنی نه او من کنی انا میشه دو کلو خرم بارون میکنه کابغال یک سومی و مقصد سلام علیکم شما شما خوبه دینا شما را بودن شما میلیته منو برای چی بودن شما میلیته هیچ همجا اومدن همیشه چاپا کردن همی زنه که همسایه خوشش رفت گفتم مخی یگم وای کنه تلفن کنه گفتم یگم اسکور یا بیا برش گفتم خست او میلیسه دیگری من حقورا کرد دشمنو کرد چی دشمنو کرد فرمان میلیته ما هیچی همو وای کردم این میگه چاپا کردن سیومکا کردم مخی برای سیومکا انتری کردن ما چی کار کردن شما رو هیچی همین حقوراتوی دشنموی به زیر دادن در دهنت فلان کنم در فلان جات فلان کنم اورچتا فلان کنم اورچتا وای کنم برای که واقعا حقورات را کارش شما اون آواز ویدیو اون کسی دیگه داره در اطراف اکنون میگم کس کدا باشه خیلی همسایه هم همینجا بودن همین هم بودن شاهدی نمیتونم بعد ویدیو شما کجاشه ویدیو شما کجاشه ویدیو ما اودالیت شده عادل شما را عادل بردن عادل کجا اون عادل پایین بودن زدن من برای چی زدن نمیدونم اون میسا زد ده همگه بزنه دندوناش بریزه در همینجا در عادل در درنی ماشین ازدیوات کده بردن ما زدن در عادل چند سالی سره زدن در عادل تا بگه استادون بردن همجا نویستم تام پاسپورت بیار ای دخترچم پاسپورت برد گرفتک وای کرد ثبت نام کرد گرفتن ها دکمن کردن اشترافم کردن چند سوم جریمه کردن شما را 400 گفتن که 448 تومان نیست بعد شما وقتی که زدن سود اکسپرتیز رفتین من دیگه اونجا سر ندادن حوزی رفت صدام کردن کجا رفت دادن حوزی اینجا رفت صدام گفتم را اون دکتر نشون تیم پوچوما گفتم من جمعه خیلی کدایا گفتم بره این زدگی هم هست او زدگی یا با مشت جهم زدن نام فامیل ببخشید استاد جان نام فامیلتون اینا پوچوما خیلی کدن اینا زدن همه یا البته ببخشید استاد جان که من آورگیرسیم نام فامیلتون چی نام فامیلم بوی و بیبلک نام فامیل نفر که شما را زد و حقارت کرد چی انا همه نمیدونم از روی چهره میشناسید ها چهره میشناسم برای هوا گفتم زیرا من خودم مدام درمان کسالیو میگم یا گپا گفتن که خایا کپا وای توغری نمیلیا برای خونه معلمه کجا شده باشه معلم نه معلمه السلام معلمه جان شما خوبه خونه شما چاپا کردن با حالی کجا زندگی دارین شما اینجا خونه خالم خونه خالتون یک بار میتونید ببینید خونه را شما اینجا چند سال شد زندگی فرق کردن 4 سال شد اینجا زندگی میکنیم من 4 سال شد اینجا زندگی میکنیم 5 سال شد که مکتب 71 درس میشد کدوم فن درس میکنید کیمیا این قسمت زمین از خودتون گرفتین که شما را مثل دیگران غیر قانونی حق کردین نه ما خودم حجت دارم دینا حجت را برو آوردیم پیشنهاد کردیم در حجت گفتن که چیه همین خونه داخل زمین دمیفته یعنی شما قرار ساختمان ندارین قرار ساختمان به قرار ساختمان خونه را بعد نمیشید که شما را جریمه کنن و بعدا شما از طرف قرار ساختمان شید نه اومدم آگاهنامه کردم من جریمه کردم یعنی آگاهی هم ندادن شما را پیش چی چی ندادم شما هم تو در خونه دیگه که اومدن چاپا کردن من خونه بودم که اومدم گفتم حجت را نشان دادم گفت که قرار چی نیست همین خونه در داخل همین چی نیست داخل نیست ولی زمینش هست زمین هست ولی خیلی خانه نیست بله خیلی ساختمان کرده شما 2024 4 سال پیشون در میام ریختگی بودم یعنی 4 سالی که شما علاقه ته دیوار ریختین نمایندگان مقامات اومدن نگفتن که همین ته دیوارتون را قرار بگیرین نه هیچی نگفتن فونده می ریختم تمام مقاماتش سوم گرفتگی نکرد کمیته‌ش هم گرفتگی حکومت هم کمیته کجا کمیته زمین شما منصورم گرفتگی برای چی پول میگیرن برای چی میگیرم برای که اومدن دیدن زبور اول اومدن زبور چاپا کردن اومدن پول گرفتن رفتن گفتن که وقتی زبور چاپا کردن با کی پول دادین شما ایرا خودشون بردن دادن من پولتیره چی نبودم بردن دادن سوما دادن اومدن همش سوزه اومدن با چاپا کردن دینا در اومدن نه زبور اسم چاپا کردن خونه را 3 سال 6 شوهر نیست در روسیه یعنی از پول مهاجرت خونه ساختید بله 3 سال شما از پول معلمگی زندگیتون پیش میبرید بله
خانه معلمه خیمیا را 5 سال تجربه کاری داری؟ 5 سال نه 10 سال تجربه کاری دارم 5 سال در نقطه در این بالا در آوردن اینم دستگیری متخصصای جوان مخصوص در سمت معارف که دائم وزیرای معارف که نامشن میگن که نارسایی کادرها و وظیفه جانی مقامات‌های اجرایی محل هست که هر معلم جوان یا معلمه جوان به اون منطقه رود با زمین نزد حولگی باید تامین شود، یعنی امتیاز دارن معلم و معلمه‌های جوان، نه اینکه تامین شود بلکه خونه‌شون ویران شد. اینا ببینید خیلی خاکسارانه خونه بنیاد شده است. از اون چوب تختاش معلوم است. معلمه بعد نقشه آینده‌تون چی است اکنون؟ در زندگی که این احوال دیگه نکرد. نماینده حکومت چی گفتن؟ قدم بعدی شما چی گفتید؟ خونه رو نمیشه چاپ کردن، پور هم چاپ نکردین. 3 بار کدر اومدن. این خونه که به قوت زدگی بود که یک بار اومدن چاپا کردن، با در اومدن اضافه زدن، چون همین خیلی استادگی بود کریش. درستیم که بتوان کدر بود. کریش هم خیلی استادگی بود. رفتم بالا، با اومدن دویم باره احوال من ندیدم، در همونجا غلطیدگی خوب خاطی سپاری اومدن، با در اومدن زدن چاپا کردن. میرم پیش پرکرور اکاجانی که ماست میگم من کارگاه دولت و مرا کم تفاهم من آموزگار ماوش آموزگار نوکی سوزان جان کم من فهمی. گوش نمیکنم ملیسورا میگم میگه گاب داشت مونس پاسو اینا نباید اینو میداویم سو بازی چای دست کرده همون لحظه را نوار گرفت نگم کنم بله پام نوار گرفتن مجبوری را گرفتم بودن در ماشین بار کردن گرفتم بودن نوار را دلیل کردن بعد نفتن قدم بعدی شما اکنون چی کار کنید از روی قانون؟ روی قانون هیچی را ایجاد کنیم ما میریم نه با حکومت میریم چی میریم آلی فرمان برآمدگی نیست برای فرمان برآمدگی نیست برای ایجاد کردن ما کجا برای ایجاد کنیم وقتشان نمیموندن همین ساختمونا کردن تو همه چی را گرفتن سوم کما گرفتن خط کنه این تکنه اون تکنه این قسم گرفتن چی کردن نشدن همه یعنی همین سوم دقیقاً کی میگیرد؟ همه مقاماتش اکا میگیره شما خودتون یگون چه میتونید؟ همه مقام پرکروش هم میگیره چسکاواش هم میگیره کمیته زمینی یا عمومی بگن نه شما تهمت بگن مورا نه اکا شما خودتون به اون کس دارین مبلغ ما دستکی ندادم نکی خولم بردک دادک در کمیته زمین کمیته زمینی ناحیه شاه منصور بله داده بود زبور اومدن چپا کردن چند هزار دادن؟ همین 5 تایی دادن 5000 تومانی یعنی دیگران هم دادن یعنی به این معنی که دادن میگن دیگران هم دادن مردم همین خیلی کرد مردمی که در اینجا خونه کرده همش به همین واسطه این مردمی بی سوادی اجاره کرد یافتن این مردم فقط پرکرور میبیا فقط نای شما منصوبه میبیا صاحب ماشین صاحب خونه و صاحب ای چی میشه ایسای مردم کمبغل همینجا بیچاره بی سواده و چی میبیان همینجا کدوم مقامات رو شکایت کنیم کجا رو بعد دو کودک نابالی معلومه عزیز عبدالله باری دویم است گیره میکنه و من یک به خدای من البته این چیز نیست بیننده‌ای که این ویدیو رو میبینن این تبلیغ نیست گیره کم حالت میشد که ما بر وقتی ویدیو گذاری شموله کردن گیره کنیم ولی عبدالله رو امروز من باری دویم گیره شما میبینم روبروی یک متخصص جوان که در ساحه معارف مثل باد و هوا برای ما ضرورن معلمه های فن شیمیه که از معلمه های کم یافتن این برای که همان معلومات سمت شیمیه فیزیک فنهای دقیق بازم در آخر ویدیو گزاریش خواهش زاره طلب میکنم از مقامات اجرایی محل در ناحیه شاه منصور مقامات اجرایی حکومت شهر دوشنبه و دیگر نهادهای مربوطه پروکراتورای ناحیه شاه منصور پروکراتورای شهر دوشنبه سود کمیته های زمین اداره های معمار و ساختمان هر جا هر نهادی که هست خواهش میکنم با درد و حرف و پیام مردم برسید بغیر از این منطقه معروف به خلمه یا پنشیر ناحیه شاه منصور در اطراف دوشنبه باز ده ها همین خیلی منطقه های دیگر هست که سر و صدا میاد که خانه ما ویران شد خانه ما رو چپا کردن خانه ما رو به خود یکسان کردن درست مردم از ناعلاجی از به شرایطی آمده غیر قانونی زمین غصب کردن ساختمان کردن
ولی در 90% حالات آنها به کجای عریضه برای زمین نزدیکی کردن که زمین نگرفتن و از مجبوری اینجا آمدن خانه ساختمانی کردن، دیگه علاج ندارن. پس در آخر ویدیو گزارش یک بار دیگر خواهش میکنم که همون قانون، همون فرمان، همون دستور، همون سفارش به شرایط مردم مطابق کنه، به خواهش مردم مطابق کنه. یعنی مردم آمدن اینجا برای زندگی آباد کرده، پس قانون و فرمان و دستور هم به اینها نزدیک براره دیگر. خب یک جریمه غیر قانونی زمین غصب کرد، بسیارش جریمه کرده، حبس خانگی کرده، یا یک جریمه بعدن گفت که دوامش آباد کن دیگر، راه آباد شود، برف بیاید، آب بیاید، درخت الکی میبینیم اینجاست، منطقه آباد شود. ما بسیار میخواستیم که با نماینده های حاکمیت محل که بودن در بالا صحبت کنیم و از طرف حکومت طرف دوم فکر و نظرشون رو بگن، ولی واقعا در میان ویدیو گزارش دیدیم که اونها به 4 طرف پریشان شدن، فرار کردن، نخواستن صحبت کردن، نمیدونم برای چی. زنده باد صلح، ثبات، آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان. بدرود تا درودهای دیگر.